السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کلید آسمان ها در نماز است، بدان معراج ما اندر نیاز است. اگر خواهی رسی روزی به وصلش، همه تقریب حق اندر نماز است. نمازهای 50 ساله گذشته خود را قضا بیاوریم. روز قاضی اطلاع یافت که مرد در مسجد از زهد و تقوا سخن میگوید. به شاگردان خود گفت برخیزید تا نزد این مرد برویم و از او چیزهایی بپرسیم. اگر درست پاسخ دهد در جلسات او می نشینیم و استفاده میبریم. قاضی چون به مسجد در آمد، رو به مرد کرد و گفت ای مرد، از نماز چیزی برای ما بگو. مرد در پاسخ گفت از آداب نماز بگویم یا از کیفیت آن؟ قاضی در تعجب ماند و با خود گفت شگفت آور است. از او یک سوال پرسیدم، ولی آن یک سوال را 2 سوال کرد. سپس برای آن مرد گفت از آداب نماز بگو. آن مرد گفت آداب نماز این است که خود را آماده کنی، شمرده گامی برداری، با نیت وارد شوی، به قصد بزرگداشت الله تکبیر بگویی، آیات را شمرده و منظم تلاوت کنی، خاشعانه رکوع کنی، عاجزانه سجده کنی، با رحمت سلام دهی. قاضی گفت برایم از کیفیت نماز بگو. آن مرد گفت روی به قبله می ایستی، میزان عدالت الهی را در ذهن خود مستحضر می کنی، پل صراط را زیر پای خود تصور می کنی. چنان در نماز می ایستی که گویا بهشت در سمت راست تو و دوزخ در سمت چپ توست و فرشته مرگ به سراغت آمده است و نمیدانی که آیا نمازت پذیرفته شده است و یا هم پذیرفته نشده است. قاضی از مرد پرسید چند سال است چنین نماز میخوانی؟ مرد پاسخ داد 50 سال. قاضی نگاه به دوستان خود انداخت و گفت برویم که باید نمازهای 50 ساله گذشته خود را قضا بیاوریم. پروردگارا ما را از کسانی بگردان که آداب و کیفیت نماز را رعایت میکنند. آمین یا رب العالمین.